اگر شما قابلیت و استعداد بلند دانش اندوزی دارید در پرداخت مبلغ شرطنامه در مکتب بین المللی آکسفورد در شهر خوجند دشواری میکشید، پس امکان دارد که رایگان در این مکتب تحصیل نمایید، زیرا که همه ساله از طرف مؤسس مکتب مذکور برای 10 نفر خوانندگان بهترین و لیاقتمند کواتا ها جدا کرده می شود. علاوه هستند خوانندگانی که با نشان دادن نتیجه های بلند و صاحب شدن به دستاوردهای نظررس صاحب کواتا گردیدند. ما در این گزارش در این باره معلومات می دهیم. یکی از خوانندگان لیاقتمند مکتب بین المللی آکسفورد در شهر خوجند سرویناز رائوپووا می باشد که به دستاوردهای نظررس نایل گشته است. لیاقت سرویناز را به نظر گرفته او را از پرداخت مبلغ شرطنامه آزاد نمودند. او در بسیاری از آزمون‌های سطح جمهوری و بین المللی فعالانه شرکت کرده جایهای افتخاری را به دست آورده است. از جمله آغاز ماه ایون سال روان سرویناز در المپیاد بین المللی به نام البیرونی که در جمهوری ازبکستان از فن شیمی دور گردید با دانش بلند خود اعضای کمان را در حیرت گذاشته سزاوار جای سوم گردید. همچنین سرویناز سال گذشته در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت که با ابتکار پیشوای ملت همه ساله برگزار می شود شرکت نموده سزاوار جای اول و 35000 سومانی مکافات پولی شد. هرچند که سرویناز امکانیت دارد پس از غالبیت در آزمون مذکور در دلخواه دانشگاه کشور به سپردن امتحان داخل شده رایگان تحصیل نماید، اما او تصمیم گرفته است که در کریر علم آموزی را ادامه دهد. سرویناز نقشه دارد که با گرفتن دانش‌های نو به وطن برگشته بهر پیشرفت علم شیمی در تاجیکستان فعالیت نماید. پس از غالب شدن در آزمون علم فروغ معرفت من میتوانم رایگان در تمام دانشگاه‌های جمهوری تاجیکستان تحصیل خود را ادامه نمایم. خصوصا من میخواهم به دانشگاه کره جنوبی یعنی کایست Korean Advanced Institute of Science and Technology داخل شوم. یعنی این دانشگاه به توپ 35 تمام دنیا داخل می شود. در آنجا من می خواهم مهندسی علمی شیمی یعنی انجینیر شیمیک شوم و آینده در تاجیکستان خود خدمت نمایم. خواننده دیگری با لیاقت مکتب آکسفورد در شهر خوجند الهام سالیف است. قابلیت بلند و پیشرفت سبب گردید که او را از پرداخت مبلغ شرطنامه آزاد نمایند. وی به برنامه‌سازی شوق و رغبت داشته الکی برنامه خود را ساخته است که آن به سوال‌های پیشنهاد نموده کاربران پاسخ می‌دهد. این محصول ذهنیش الکی مورد استفاده کاربران شبکه اینترنت قرار گرفته است. دوام تحصیل الهام سالیف در یک چند آزمون‌های سطح جمهوری و بین المللی شرکت نموده صاحب نتیجه‌های بلند گردیده است که مدال و افتخارنامه و دیپلم‌های بیشمارش از این شهادت می‌دهند. در المپیادهای بین المللی و جمهوری جا گرفته بودم. همین سال در المپیاد اینفرماتیکا جمهوری من جای یکم گرفتم. من به دانشگاه ایتمو که در روسیه جا گرفته است داخل شدم. بعد خلق کردن دانشگاه من میخواهم به تاجیکستان برگردم و شرکت خود را گشاده برنامه ها را سازم و برای خلق استفاده برایش آسانتر و دسترستر شدنش کار میکنم. مسئولین اقدام گرفتند که همه ساله برای 10 نفر خوانندگانی که پوره با بهای اعلی تحصیل میکنند و به نتیجه های چشمرس نایل میشوند اما در پرداخت مبلغ شرطنامه دشواری میکشند از پرداخت مبلغ آزاد نمایند. یعنی آنها در اساس کوات جدا نموده مکتب رایگان تحصیل میکنند و همه ساله روند علم آموزی آنها از جانب کمیسیون مخصوص نتیجه گیری کرده میشود. در صورت پوره با بهای اعلی نخواندن میتوانند که از کوات محروم گشته به جایشان دیگر خواننده با لیاقت انتخاب کرده شود. این تصمیم را ضمن برگزاری جلسه جنبسته مکتب که با اشتراک والدین و آموزگاران دایر گشت مؤسس مکتب بین المللی آکسفورد در شهر خوجند سید مراد دولتوف بیان داشت. طوری که سید مراد دولتوف میگوید مردم تاجیک در علم آموزی بسیار قابلیت بلند دارند و تنها برای این باید محیط سازگار و امکانیت فراهم آورده آنها را دستگیری نمود. مقصد از من که یک 5% باشد 10% باشد بچه‌ای که لیاقتش هست و شرایط ندارد نکی حقیقتا مهنت میکند. آنکل بچه ها شانس دادن. من میدونم که بچه مکتب تمام کنند لبوی طرف دنیا برفته اوجه خودش یافتن میتود لبوی ساحل دنیا من باوری کامل دارم. چرا که همین سمت ما تیار میکنیم بچه ما با این مقصد این کار کرده است. ملت با علمش میشناسه، ملت با فرهنگش میشناسه، ملت با تاریخش میشناسه، ملت با کلتورش میشناسه. دیگه اون چیز دیگهش قطعی نیست.
اصول کاربری فردی با خوانندگان، طرز معاصر آموزش، دریافت استعداد و قابلیت و رشد و رونق دادن ذوق و شوق خوانندگان به علم آموزی، شرایط ارزنده و محیط سازنده و آموزگاران نوآور و بلند اختصاص به محصلین امکانیت داده است که در مدت کوتاه به نتیجه های چشمرس نائل گردند. مسلم است که آبادی و پیشرفت هر یک دولت وابسته به کادرهای صاحب تخصص بوده. زمینه آماده کردن چنین کادرها از مکتب سرچشمه میگیرد. مقصد از تشکیل مکتب بین المللی اکسفورد در شهر خوجند این پیش از همه بیدار کردن ذوق علم آموزی، دریافت و رشد دادن قابلیت خوانندگان، شرایط فراهم آوردن برای تحصیل در دانشگاه‌های پیشرفته کشورهای عالم و همزمان آماده کردن بهترین متخصصان بهر پیشرفت تاجیکستان عزیز می باشد.